آدمایی که جگرخون هستن یکی از دلایلش است عمر خود خراب ضایع کرده که امروزه یا خودش میفهمه که والله عمر بی جای رفت یا نتیجه کارش خراب است، نتایج خوب نداره. رکن سعادت و موفقیت انسان ها در استفاده درست است عمرشان است. عمرت خوب استفاده کردی تو سعادتمند هستی، عمرت درست استفاده کردی تو موفق هستی. مزرعه برداشت آخرت است که گفتم عمر اگر درست مدیریت کردی سبب رشد و پیشرفتت میشه، در این دنیا سبب رشد و پیشرفتت میشه، سبب رضایت و خوشبختی و خوشحالیت میشه اگر عمرت خوب استفاده کردی. و رسیدن به اهداف و اهداف متعالی، تنها اهداف نه، اهداف متعالی. یکی ما هدف داریم علی یک موتر بخرم، علی خانه بخرم، اما یکی اهداف بزرگتر داری، اهداف بزرگتر داری که باز یک حمله میکنن خود توی کمال داری، خودت چرا در خانه کرایستی. شاید اگر مثلا این پول ما دینم سمینارا و کمره و این چیزا مصرف نمیکردم در خانه گروی میبودم.